جایی که من تبلیغ بودم یه کسی بود پیشش میگفتن عباس چای خور، خاطر اینکه هر جایی مجلس امام حسین بود میرفت میشست حتی چای مخورد و در میومد. اگر 5 تا مجلس بود تو این 5 تا مجلس میرفت میشست چایش مخورد و در میومد، از بس که به امام حسین علاقه داشت و چای مجلس امام حسین شفا میدونست، خیلی دوست میداشت امام حسین، رفیق بودم پیش امام حسین. وقت این عباس خیلی فقیر بود و ندار، آبیار بود و حتی بیلوگ همیشه کنار خورجینش بود و کسی آب بخواست ببره نمیتونست ببره، عباس آبش میبرد و یه چی هم پولش میدن، زندگیش گذرون بود. وقتی عباس آقا اولادم نداشت، از یه دیگه شهرشون اومده و تو شهرشون زندگی میکرد و غریب بود اونجا، غریب بود بی کس و کار. مردم یختی پیش من بگفتن که حاجی آقا عباس اگه بیمیره هیچ کنی زیر تابوتش بیایه، نه بچه ای داره و نه فامیل درست حسابی یا گناه دل عباس قصهش میخوردن. زد روز عاشورا عباس مرد. هرچی هیئت بود روز عاشورا اومد زیر تابوت عباس با عزت دفنش کردن، بالا سر قبرش سینه زدن. بیبی حتی چای مجلس امام حسین چقدر عزت داد به این بنده خدا. مردم گفتن کسی تشییع جنازه ای نمیایه، این همه آدم اومدن تشییع جنازه ای عباس بنده خدا. بزرگترین تشییع جنازه ای اون شهر سون بالا عباس چای خورد، خاطری حتی چای مجلس امام حسین. کجا کاری؟ با کی خیر رفیق شی؟ یا دست دوستی با ابا عبدالله بده پیش امام حسین رفیق باش،